سلام چطورین؟ صبح بدون صبونه که اصلا پامو از خونه نمیذارم بیرون، چون واقعا حالم بد میشه بدون صبونه و در حینش هم درسی که امتحان دارم رو مرور میکنم. قیافه داغون و پف کرده منو نادیده بگیری. ساعت 5 صبح از استرس امتحانم هم کورتیزولم خیلی بالاست. اینجام دارم میگم به تخت نامرتبم نگاه نکنید. بیاید وسایلی که برام بتونه. اول از همه چند تا دستمال کاغذی رو میذارم توی پلاستیک و توی پوشه که به خودم میبرم میذارم. همینقدر جمع و جور و مرتب. بعد یه پوشه گرفتم که جدیدن وسایلامو همه رو میذارم توش، چون خیلی جمع و جور و کوچیکه. کارت ورود به جلسه که از مهمترین چیزاست. چند تا خودکار خوبه، ترجیحاً مشکی. یه دونه از این بندا میبرم که اونجا گیر میدن، میگن باید وصل باشه به گردن. پول نقد برای اسنپ، کش مانی و خیلی جمع و جور و کوچیک. شما همه وسایل مورد نیازتون رو دارید. بچه شاید باورتون نشه من این صبح حالم خوب نبود، گلاب براتون بالا آوردم و مجبور بودم برم. پس به خودم داشتم میگفتم نه بابا چیزی نشده، بیا بریم سر جلسه امتحان، اشکال نداره. برام این قیافم میگم شبیه بغض یا کریمه. و همین دیگه، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه میبینمتون. بوس بهتون.